سلام دوستان و همراهان عزیز، به ویدیو امروز خیلی خوش اومدین. تو این ویدیو همراه شما هستم با بررسی 405 SLX. در ادامه ویدیو همراه من باشید. چهره این ماشین از سال 88 طراحی شده و اومد به بازار و تا سال 1400 ادامه داشت تولیدش و چهره جلو کاملا فیس لیفت شده همون 405 هستش و یک تغییراتی نسبت به 405 داره که براتون میگم. خب اول از همه سپرشو بگم که تغییر کرده و 2 تا مشکن به جلو اضافه شده و جلو پنجره چهره جدیدتر و بهتری داره، ولی خب کلا طراحی ماشین مربوط به سال 88 90 هستش و دیگه سال 1400 اینا خواسته‌شون بگیم زیاد طراحی جدید به حساب نمیاد. چراغا جلو هم سوپاین و سوبالاش کاملا جدا شده از هم دیگه و سوپاینش لنز داره که یکی از معایب این ماشین توی شب به حساب میاد. این لنز نور کافی و خوبی داخل شب نداره این چراغا. طراحی بغل این ماشین زیاد تفاوتی با 405 معمولی نداره و تنها تفاوتاش میشه این بغل درا که مدل پژو پارسی هستش و این آینه که یک شکل جدیدتر داره. قسمت پارکاب پایین هیچ تفاوتی نداشته و یک توضیح هم در مورد چرخ‌ها و رینگاش خواسته باشم بدم. لاستیکای ماشین به طور فابریک 195 هستش عرضش و خود چرخ هم یا رینگ ماشین 14 اینچ هستش که مدل‌های قدیمی این نوع قالپاقه و مدل‌های جدیدش قالپاق مدل پژو پارسی میخوره. خب میرسیم به طراحی عقب ماشین. طراحی عقب ماشین نسبت به خود 405 لحاظ شکلی زیاد تفاوتی نداره، ولی خب چراغا و سپر یک تفاوت وجود داره و این قسمت هم لامپ به قول حساب سوم ترمز که به صورت LED هستش و طراحی چراغا طراحی بسیار خوب و قشنگیه. و حالا بریم سراغ صندوق عقب. اول از همه بگم دربش به طور کامل میره بالا و این قسمت ما واقعا فضا بسیار خوبی داریم برای جنسی چیزی جابجا بکنیم و این قسمتش هم خیلی خالیه و کاش که نمد چیزی میزدن. داخل صندوق هم چپ و راست کاملا نمدکاریه و همچنین کفش و صندوق واقعا بزرگ و خوبی داره. این سینی مربوط به بلندگوهاش هم تماشا بکنیم. قسمت 2 تا جای بلندگو مثل پژو پارس داره و همچنین سیم کشیاش هم از این قسمت چپ و راست اومده و این مثلا سوکت بلندگوی این سمتش و اون سمت هم داخل قسمت آهنا هستش و بقیه‌اش هم من یک نشون بهتون بدم. خوبیدم از زاپاس ماشین و این قسمت هم مجموعه آچار چرخ و همچنین جک ماشین قسمت قرار داده شده و جای خوبی داره و اینم از این قسمت و اینم خود نمد ماشین که اینو خود صاحب ماشین گذاشته براش تا چهره بهتری داشته باشه. خب میرسیم به رودریای ماشین. خب رودریا تمام این قسمت ها پلاستیک خشک هستش، مخصوصا این قسمتش دیگه خیلی خشک شده و یک تریم بالا حساب کرمی داره و طراحی ساده ای داره و شکلیش با پژو پارس یکی هستش ولی خب ساده تره قیافگیش. شیشه های جلو به صورت برقی هستش و عقب به صورت دستی که اینجا جاش طراحی شده اگه تبدیل به برقی خواسته باشه بشه و بریم سوار ماشین بشیم. حس پشت رانندگی و پشت داشبورد ماشین کاملا مثل پژو پارس هستش و یک تفاوتی که با اون داره صندلیاش اینه که تنظیم ارتفاع نداره و تنظیماتش کاملا به صورت دستی هستش و 4 حالتی، یعنی یک جلو عقب و پشتیش هم عقب جلو میشه، همین دیگه، چیز دیگه نداره. خب بریم سراغ داشبورد. داشبورد هم تریم کرم هستش که این قسمتاش کاملا طراحی ساده داره و پلاستیک خشک تمامی این قسمت ها و کلا جایش ما پلاستیک نرم نداریم و این قسمت هم کنسول وسطش. ابتدا از این دریچه بگم که زیاد جنس خوبی ندارن و ممکنه توی دراز مدت که از اینا استفاده بکنیم این داخلی شل بشه و کلا از اینجا در بره، کاملا لغو بشه.
این قسمت هم میتونیم ببندیمش و باز بکنیم و میرسیم به پخش ماشین. پخش ماشین یک ضبط بلد حساب ساده هستش که USB، رم و AUX هم در این قسمت داره و همچنین رادیو دیگه. ما دیگه توی این پخش بلوتوث نداریم و رنگ زیرش هم به رنگ نارنجی هستش که من الان یک روشن میکنم ضبط رو با هم دیگه ببینیم. خوب این از قسمت ساعتش و بقیه قسمتاش هم به این صورت هستش رادیو و چراغ زیرش هم به رنگ نارنجی. خب میرسیم به این پایین. اینجا کلید CNG وجود داره که برای 405 GLX یا 405 معمولی هستش. اینجا ما میتونیم فشارش بدیم ولی کار نمیکنه. کلید صندوق هم اینجا هستش. این ماشین نسبت به بقیه ماشینا مثلا پارس و 450 دیگه صندوقش خیلی سریعتر عمل میکنه و سریعتر بازش میکنه. این یک نکته واقعا جالب بود در مورد این ماشین دیدم. و اینجا هم دیگه فلاشرش و اینجا هم گرم کنه شیشه عقب هستش. تهویه ماشین به صورت دستی کاملا و این شکلی میتونیم بچرخونیمش. درجه هاشون به این صورت هستش. دوام خوبی داره این قسمت ها، مثلا رنگاش دوام خوبی داره و خیلی دیر پاک میشه ولی خب دیگه تهویه به صورت دستیه. قسمت پایین هم یک جا حالا برای گوشی، جا برای مثلا پارچه چیزی، اینجا یک جای کوچیکیه و اینجا هم دیگه فندکی ماشین و بازم یک جای کوچیک اینجا وجود داره. این هم از لیور دنده ماشین. البته این سل لیورش و این قسمت چرمی پایینش تعویض شده. اینجا به رنگ کروم مات و پایینش مشکی بوده و لقیش هم دیگه ببینیم. ماشین لیور بسیار خوب و سفتی داره. خب میرسیم به این قسمت کنسول وسط که پژو پارس اگه یادتون باشه اینجا یک دربی داشتیم که دیگه اینجا نداریمش و اینجا خالیه. و یک چیز واقعا جالب که توی ماشین وجود داره، جا لیوانی ما اصلا نداریم توش. مثلا بطری لیوان چیزی باشه هیچ جای نداریم براش بگذاریم و مگه همینجا بگذاریم دو تا کنار هم دیگه شاید جا بشه ولی خب چفت و بند نداره این قسمت. جنس سقف ماشین هم از نوع نمد هستش و یک نمد تقریبا نرمیه ولی خب جنس خوبی نداره. قسمت هم یک جای برای مدارک وجود داره و همچنین قسمت سرنشینش هم یک آینه اینجا وجود داره که آینهش تقریبا ماته. اینجا هم چراغ جلو و اینجا هم یک چراغ نقشه خوان و این قسمت هم فکر می‌کنم آنتن مربوط به دزگیرش اینجا وجود داره و این چراغ نقشه خوان هم توی پژو پارس هستش، توی این دیگه وجود نداره. خب میرسیم به کیلومتر. کیلومتر طراحی ساده داره و طراحیش دیگه قدیمی هستش و این قسمت وسطش هم دیگه آلارم‌ها یا خرابی‌های ماشین ما نشون میده و موقعی که کیلومتر هم روشن میکنم به این صورت یک افکت داره که بقیه 450 و پژو پارسا ممکنه این حالت رو نداشته باشه. خب جنس رودری عقب با جلو هیچ گونه تفاوتی نداره و کاملا همون چیزی که جلو هستش و عقب هم وجود داره. خب میشینم سوار. خب قد من 174 و همونطور که می‌بینید این قسمت یه خورده گیر میکنه موام ولی خب سرم گیر نمیکنه. بسیار فضای جلو پاک بسیار خوبه و کاملا باز هستش و کسی هم که این وسط هم بشینه کاملا خوبه. فضای جلو پاش خیلی خوبه و کلا فضای کابین ماشین و صندوقش خیلی کاملا باز و خوب هستش و کاملا خانوادگیه. خب امکانات رفاهی هم که برای عقب وجود داره. این قسمت 2 تا کانال تهویه اومده، کالا سرما گرما و یک چراغ سقف هم اینجا وجود داره برای عقب و چیز دیگه ما برای این عقب نداریم. خب میرسیم به مشخصات فنی ماشین. موتور این ماشین TU5 هستش، 1587 سی سی، توان موتور 105 اسب بخار توی دور موتور 5600 و گشتاور 146 نیوتن متر توی دور موتور 4000 هستش و سیستم مولتیپلکس داره این ماشین. سیستم مولتیپلکس کروز اکوماکس که این قسمت به قول حساب جعبش و داخل هم قسمت جعبه فیوز هستش. دریچه گاز این ماشین از نوع سیمیه. موتور این ماشین فابریک هستش و تا حالا باز نشده و تست رانندگیشو بریم با هم دیگه ببینیم. میرسیم به تست رانندگی این ماشین. اول از همه اینو بگم شتاب این ماشین نسبت به پژو پارس با اینکه حالا وزنش خیلی کم نسبت به اون تغییر داره،
شتابش بهتره از اون و کلا کند و شتابش از اون ماشین خیلی بهتره، ولی سرصدای کابین و سرصدایی که اتاق در میاره اما تو صدای تقریبا زیادیه، ولی خب نسبت به ماشین صفری مثل تارا از اون کمتر صدا در میاره. خب بعد از اینکه از این قسمت ها رد بشیم در مورد گیربکسش بگم. گیربکس این ماشین انگار روی این موتور چجوری بگم انگار زوره و یه خورده سبک سنگینی باید توش انجام شده طی این سالهای تولید، ولی خب متاسفانه هیچ کار روش انجام نشده. مگر نه تعویض‌دهنده نرمی داریم، ولی خب ممکنه من الان مثلا یک معکوس 3x2 اینجا بکشم، همونطور که ماشین یک انگار سکته بهش وارد میشه و یکو خیلی ما تغییر داریم توی این دندا و بقیه دنداش مثل 3 و 4 و 5ش ولی خوبه. همین دندای اولش بیشتری مشکل داره. خب اینجا میرسیم به یک مسیر که شیب داره و بریم ماشین رو روی شیب یک تستی داشته باشیم ازش. ترمزای ماشین هم بگم نسبت به ماشین ایرانی ترمز خوبی داره، ترمز قوی خوبی داره نسبت به مثلا ماشین سایپایی، خب از اونها بهتر ترمزش. و از صدای موتور هم زیر دور موتور 4000 تقریبا به داخل کمتر میاد و 4000 به بعد دیگه صدای زیادی به داخل کابین انتقال داده میشه. سر پیچام چون ماشین مقابل حساب 405 هستش، سر پیچا زیاد احساس ناامنی نمیکنه و همونطور که هست ماشین زیاد تیکون نمیخوره سر پیچا. کلا موتور تیوفا رو شیبای خورده کم میاره. موتور تیوفا کلا روی شیبا زیاد زور نداره و زیاد نمیتونه راه بره روی شیبا. این قسمت سمت راست هم میریم خب شیبش بیشتره و اینجا بهتر میتونیم تستش میکنیم. خب تا بالا با دنده 3 اومد و دنده 3 ماشین کلا روی شیبا به نظرم خوب عمل میکنه و این یک نکته خوبی برای این ماشین محسوب میشه. ترمزای ماشین هم با اینکه روی شیب داغ شده ولی عملکردش هنوز خوبه و هنوز قابل قبوله.
تفاوت‌هایی که ماشین‌های مولتیپلکس و معمولی دارن چی هستش؟ اولین مورد دسترسی خیلی ساده به فیوز و قسمت‌های برقی ماشین که اینجا توی این جعبه هستش که الان باز میکنم با هم دیگه دقیق‌تر ببینیم. به این صورت رله مثلا فن‌ها، رله کولر و رله‌های مختلف داخل اینجا وجود داره و توی مدل‌های قدیمی مثل 450 معمولی و کلا پارس‌های ساده ما مثلا موقعی که فن تون یا کندمون خراب میشه رله‌اش باید تمامی جلو پنجره و این چراغا و تمامی این قسمت‌ها رو باز می‌کردیم تا بهش دسترسی داشته باشیم، ولی توی این ماشین خیلی راحته. ما اینجا مثلا این مار فن باشه همینو برمی‌داریم و تعویضش می‌کنیم و کارمون بسیار راحت‌تر هست. اینجا هم همونطور می‌بینید جای ECU هستش که اینجا به خاطر که پیچ و به قول حساب براکت محکمی نداشته و این جعبه رو باز میکردن راحت میتونستن وردارن ECU رو به اینجا انتقال داده شده و ECU این ماشین هم مارکش کروزه. مدل سوکتش هم سوکت زیمنسیه. خب دومین تفاوتی که این ماشین نسبت به معمولی ها داره اینه که دزگیر فابریک داره، مثل ماشین مثلا پژو پارس، دنا و بقیه ماشین ایران خودرو که الان یک تستی داشته باشیم. به این صورت هستش و سنسورهای به قول حساب در صندوق و کاپوت برای ماشین طراحی شده و هنگام که هر کدوم از اینا باز بشه ماشین به صدای دزدی و آلارم زدن میاد. خب سومین مورد هم مربوط به آلارم های رانندگی هستش، مثلا باز بودن کمربند، ترمز دست و باز بودن درب. حالا یک چیزهای دیگه هم وجود داره که زیاد مهم نیستن و برجسته ترین آلارماش اینا بود. و مورد بعدی که ماشین داره موقعی که درهای ماشین رو باز میکنیم یک چند ثانیه به ما زمان میده، یعنی چراغای سقف روشن میمونه و بعد از اون خاموش میشه. این برای افراد که مثلا در ماشینشون باز میمونه شب تا صبح خیلی خوب هستش و خود برق ماشین قطع میشه و چراغ خاموش میشه انگار که در بسته بوده. و یک مورد دیگه ای داره، شما انگار که ماشین روشن هستش و خاموش میکنید سوئیچ در میاری یک چند ثانیه به شما زمان میده تا شیشه ماشین رو بتونی ببریم بالا که این مورد توی پژو پارس هم بود که بررسی کردیمش. خب موارد دیگه هم وجود داره ولی خب برجسته ترین تفاوت مولتیپلکس و معمولی همینا بود که بهتون گفتم. ممنون از اینکه همراه من بودید. امیدوارم که این ویدیو مفید بوده باشه و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.